سلام بچه ها، به چنل اکتیو زون خوش اومدین. امروز اومدیم با آموزش نصب مد بازی جنی مود برای بازی ماینکرافت اندروید یا همون گوشی. خب بچه ها، من تمام مودا ریختم ولی بهترین مودش اینه. بهترین مودش اینه، الی جنی مود، که این مود رو میتونید از مایکت، گوگل اینترنت، بازار، فروشگاه پلی تهیه کنید. خب بچه ها، اول میریم داخل بازی. البته بچه ها، من لینک این مود رو زیر همین ویدیو میذارم. اگه خواستی میتونید با استفاده از این لینک این مود رو دانلود کنید. خب بچه ها، اول این گزینه رو میزنیم. این خب بعد بچه ها، بعدش 3 تا گزینه باز میاد. اینا 3 تا گزینه اومدش که شما گزینه اول رو بزنید، ادونس یعنی مود یا حالت. خب بچه ها، گزینه اول رو میزنیم. بعد بچه ها، باز 2 تا گزینه دیگه میاد. خب بچه ها، باز 2 تا گزینه دیگه میادش که یکی جنی مود فور ماینکرافت پی و یکی هپی فامیلی ادونس. آره دیگه، که باز معلومه دیگه. باید روی این گزینه بزنیم. خب بعدش هم روی گزینه دانلود میزنیم که میشه این گزینه. روی این گزینه میزنیم. روی گزینه دانلود میزنیم. بعدش هم روی این سبزه یا اون یس میزنیم. خب میزنیم یس، وای میستیم تا دانلود شه. خب بچه ها، وقتی که دانلود شد روی دوباره این گزینه سبزی میزنیم، روی این اوپن ادون. بچه ها، شاید مثلا شما بین به پک دانلود شده باشه، ریسورس پک دانلود نشده باشه، یا ریسورس پک دانلود شده باشه به پک دانلود نشده باشه. شما میرین ماینکرافتتون پاک میکنین، این موده هم پاک میکنین، ازشون دوباره میریزین، بعد اول میرین داخل تا وقتاش دانلود شه. بچه ها، اگه این ویدیو به 10 تا لایک بخوره، من گیم پلی بازی رو میذارم. اگه 20 تا لایک بخوره، من یه مود دیگه میذارم به نام مود الی مود. مود الی مود بعد از جنی مود خیلی بهتر. اگه به 30 تا لایک بخوره، یه مود دیگه میذارم که میتونید توش تبدیل به مابای دیگه مثل اندرمن اینا بشین و قابلیتشون رو براتون بازه. ممنون که لایک و فالو و بازدید میزنید. کامنت هم فراموش نشه. خب بازی اومد بالا. لطفا بچه ها لایک کنید. خواهد گزینه اول پلی میزنیم دیگه، اینا خودتون بلد. خب باز اینجا کریت نو، یعنی ساخت مپ جدید، روی این باز میزنیم. خب بچه ها، میایم پایین. دیدین اینو بالا چیزایی اومد، وقتی دانلود شده باشه اونو براتون میاد. خب روی این میزنیم، روی این صندوقچه ریسورس پک. خب روی این که زدیم، باز روی این میزنیم. میایم این گزینه این. بعد روی این میزنیم، روی این گزینه اکتیو میزنیم. بعدش هم میایم اینجا روی این صندوق بنفشه. خب بچه ها، میایم دوباره اینجا و روی این گزینه میزنیم، روی این گزینه اکتیو. خب بعدش هم میایم اینجا، باز هنوز کارمون تمام نشده. بعد این بیایم اینجا روی همین چراغ لامپ ایکس همین. خب بچه ها، روی این میزنیم.
از این گوشی اومد. بچه ها این گزینه لامپه میزنیم، همه این گزینه ها فعال میکنیم، همه شون. این اولی ها بخوایم فعال کنیم بعد اون سفیده بزنیم. خب همه رو فعال میکنیم، چون اگه اینا فعال نباشه مود به همون باز نمیشه و نمیتونیم مود استفاده کنیم. فعال. خب توی این گزینه سبز کریت میزنیم. خب بچه ها تا موقعی که میاد من ویدیو براتون کات میزنم. تا موقعی که بیاد من ویدیو براتون کات میکنم.